دوستان عزیز خوش آمدید. امروز سشن یا هم تاپیک ما انتخاب کردیم این است که چطور میتونیم خونسرد باشیم. یعنی همیشه در حرفی که ما میزنیم نباید بسیار جدی باشیم و کوشش کنیم که حرف خود بالای طرف مقابل بقبولونیم. و یا هم شما شاید فکر کرده باشین یا متوجه شده باشین در اکثر اوقات زمانی که یک موضوع در میان میاد طرف مقابل هم کوشش میکنه که حرف خود درست بقبولانه و ما هم کوشش میکنیم که بگوییم که نه حرف ما درست است. یعنی به این معنا که هر دو طرف کوشش میکنه بگوین که حرف ما درست است در یک موضوع در یک مورد. البته در این هیچ شکی نیست. ببینید که منبع اساسی برای جنجال ها اینمی است که هیچ طرف حقیقت یا اصلیت را قبول نمیکنه با آسانی و بسادگی. بناهن این را باید ما شما بیاد داشته باشیم که این را خط بطلان کش کنیم و یا هم ما شما یک کوشن مارک بکنیم که ما درست هستیم یا خیر. یعنی به این معنا که شما هیچ وقت کوشش نکنین که اگر طرف مقابل باشه یا خودتان باشه که بسیار جدی این را بالای شخص مقابل بقبولانین که حرف ما درست است. البته این را از ذهنتان دور بکنین و بالای این خط بطلان کش بکنین. در اون صورت شما همیشه میتونین که چی باشین؟ خونسرد باشین. یعنی با جدی عمل نمیکنین. در زمانی که شما جدی عمل نکنین با مشکلات هم روبرو نمیشین. به خاطر که یک موضوع زمانی که مطرح میشه شما زمانی که حرف میزنین تشریح میکنین یا اون موضوع رو به طرف مقابل میگین حتما در اون مورد فکر کردین یا هم معلومات دارین یا اخذ کردین. در صورتی که معلومات نداشته باشین خب اصلا اون رو باید بحث نبکنین. باز زمانی که معلومات می باشه شما باید چی کنین؟ اول طرف مقابل اگر چیزی را که حرفی را که میزنه یا سخنی که میزنه یا شما این را باید فکر بکنین که این معلوماتی که من ارائه میکنم یا حرفی که من میزنم بالایش جدی هستم و اصرار میکنم که درست است. آیا این معلومات ما کافی است؟ دوم آیا این معلومات ما درست است یا خیر؟ بنان به خاطر از اینکه شما به اصل موضوع برسین به معلومات حقیقی باید خود برسونید. در اون صورت شما میتونین که بسیار خونسرد باشین و هم میتونین که به حقیقت برسین و هم میتونین که جدی بودن خود به خاطر از اینکه از مشکلات آینده شما در امان باشین کنترل بکنین. یعنی به این معنا یک مثال ساده را میگیم. مثلا حالا ما میگم که روز است و طرف مقابل یک شخص میگه که نه شب است. این را باید معلومات بکنیم که واقعا روز است یا شب است. اگر روز باشه ضرور نیست که ما همراه از بحث بکنیم بگوییم که نه روز است و بگوییم شب است. من میگم روز است و اون بگوییم شب است. پس برای ما حقیقت معلوم است. معلوماتی را که ما دارم درست است که در بیرون میبینیم روز است. در واقع ضرور نیست. و در صورتی که مثلا روز نباشه باز هم حقیقت درک کنیم ضرور نیست که خود جدی بگیریم. بسیار خونسردانه عمل بکنید. این را به خاطر ما این موضوع را انتخاب کردیم که جدی بودن یکی از عوامل و اسباب جنجال ها و مشکلات در زندگی بسیاری از اشخاص است. یعنی شما چطور میتونین که خونسرد باشین؟ زمانی میتونین که حرفی را که میزنین در اون مورد معلومات داشته باشین و معلومات درست. چطور میتونین به معلومات درست خود برسانین؟ تا زمانی که معلوماتتان حقیقی و درست نباشه هیچ وقت اصرار نکنین بالای یک موضوع و زیاد در بحث نکنین. ببین وقتی که خداوند انسانها را آفریده بر ازنا عقل شعور داده احساس داده در پهلوی ازی معلومات را که ما شما جمع آوری میکنیم اکثرا تنها خالق لایزال است که بالای همه چیز علم داره. ما شما بالای همه چیز نمیفهمیم. یعنی معلومات ما ناکافی است، محدود است و در پهلوی ازی شعور و عقل ما شما هم محدود است. به اندازه نیست که مثلا ما به هر چیز دسترسی داشته باشیم. انسان هستیم. به این خاطر زمانی که معلومات هم محدود باشه احساس و شعور هم محدود باشه پس چی است؟ نباید همیشه جدی باشیم و جدی عمل بکنیم. یا به طور مثال یک مثال دیگر میگیم بسیار به شکل ساده. امروز ما شما میبینیم که در افغانستان مشکل بی‌برقی است. مثلا برق میره ما همراه یک دوستم ششتیم من میگم که 10 دقیقه بعد پس برق میگه نمیه 20 دقیقه بعد میه باز نیم ساعت بعد میه پس میره نمیره. یعنی دایی بین ما یک نوع جدی
تبادل نظر میکنیم که طرف یکی رو میگیره دیگر طرف دیگر رو میگیره، یعنی به این معنا که این معلومات ما ناکافی است. ما چی میفهمیم که آیا این برق عوارض تکنیکی کرد یا نمیه، اگر آمد پس آیا چی وقت میره، نمیفهمیم. یعنی عقل ما هم به این نمیرسد، چون ما در اون مرکز از اون نیستیم که بفهمیم که برق حالا ختم میشه یا هست. ضرور نیست جدی باشیم. یعنی شما این مثال میتونین در دیگه تمام مسائل تطبیق بکنین که جدی بودن در هر موضوع ضروری نیست تا شما در امان باشید. به می اساس کوشش بکنین که با معلومات درست و حقیقی دسترسی پیدا کنید. اگر از شما باشه یا از شخص مقابل که شما همراهشون بحث دارید. در پهلوی ازی ما شما میتونیم میره هم گفته که مثلا معلومات محدود است. این هم میتونیم که بگویم یک لغت دیگه که مکمل نیست، یا همین رو گفته میتونیم که درست نیست. به این معنی شما زمانی که به معلومات اساسی و اصلی میرسین، اگر شخص مقابل امور برتان میرسانه یا شما میگین، مشکل حل است. بنابراین در اخیر هیچ وقت جدی نباشین در موردی که شما فکر میکنین، در موردی که شما دو افکارتان در اون مورد همراه دیگه مردم شیر میشه یا حرف میزنین، هیچ وقت جدی نباشین. این یکی از نظریات است یا پوینت اف ویو است که شما ارائه میکنین. بنابراین جدی بودن سود نداره. همیشه خونسرد باشین تا موفق باشین. تشکر بسیار.